اینا برداران عزیز اینجایی که ببینین چقدری اینجا بجا شویده جبرو مدیان الله اعلم او وقت چی خیلی بود خلاص این حال او جمع درای جمع بروی سونکا کردگیم این غار هذا ايوه هذا خليه هنا خاک برای اکسکورسیا برای فهمیدن خوبه لک نماز جماعت مسجد حرام میمونین اینمیش بیزیبه ما خور کم که تیز میبرویمش که ایو شیشم دروغ بوده نو واسه اونه که که برو آمدیم با این امره رفته هستیم ماشاءالله خدمت تکشتا کسی که در کار بلیط های ارزان و رقم ها رو اکران زنگ بزنید حج امره کسی میره این حاضر در خدمت تکشتا رقم ها رو اکران مراجعت کنیم خیلی ماشاءالله سلام علیکم اینه برادران عزیز خرای عربی نگزند با نگزن حدیث خر هر کار میوه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تماشاگران عزتمند هواداران شبکه صلاح جامعه کسانی که یوتیوب تماشا داره ازتون خواهش خاص به خاطر الله لایک کنین و ویدیو رو تماشا کنین تا آخر شه اگر همین خیلی ویدیو برای شما پسند بیاید میتونین که یعنی لایک کنین و کامنت بنویسین تا اینکه ما همین خیلی ویدیو رو بسیارتر کنیم جو مکان‌های زیارتگاهی که در مکه مکرمه هستند خیلی که در مدینه ما بسیار نوار گرفتیم عین حال ما در غار ثور هستیم در جا مکان هستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر رضی الله عنه پنهان شده بودند و آیت قرآن نازل شد که لا تحزن رسول الله برای ابوبکر که لا تحزن غمگین مشو حضرت ابوبکر ترسید که مشرکین یعنی اونها رو پیدا میکنن گفت لا تحزن ان الله معنا گفت غمگین مشو زیق مشو الله با همراه ما هست تکستو یعنی برای حج و همجو تماشا اگر اومدن بخواین بر رقم ها رو اکران زنگ بزنین ما بالای انوای که میبرایم به خواست الله و با یاردن کمکی الله سبحانه و تعالی همونجا میبرایم ان شاء الله براش ما نوار میگیریم بیا بریم رفتیم حاضر بکشش کویا برکو آواز شو مگه پیش چی کویا بر بکشش نشه که بگوی ای آواز نیام ببینن برادران عزیز چه خیلی مردم بالا برآمده استند یعنی جلسه نیست و زینه پایه نداره که با اونا قطعی برای اینجا تنها خودت حرکت شگرد میکنی زحمت میکشی ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا چه خیلی پنهان شد و دین مبین اسلام برای ما و شما رسون الحمدلله هر کسی که میشنوه نام محمد صلی الله علیه و سلم را پس باید صلی الله علیه و سلم بگه رسول الله میگه بخیل همون شخصی است که در نزد اون نام من از ذکر میکنن و او با من صلوات نمیفرسته تکشتو لیتس گو یک دسته برادران از کسی که میین این خیلی کسافکی بگیرین بهتر میشه اینجا برای تیز برآمدن ده اوسش با قینتره فشلوکی خطی کم که مشکل است ها بالا رو هم خمیده مکان نه انا همه پیش اینه اینجا که میبینی حاجه یه چیز میفروشن اینه ها خلاصی هم خیلی مشکلش کمی که هسته بگه مال ما 92 لیسنس برآمده هکس مده آسمونه خلاصی گپ سلام علیکم اینه خیلی رفتگیان این حضرت ها آمده گوزبالا هن میطلبن الله نیابان شما باشه زن یکنین در اینجا مردم کم میویه غار ثور کمی از کم مردم میوین غار حرا مردم زیاده حالا ویدیو دیگه ببینید اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای مشرکان مکه پنهان شده بود بخشش که حکه داریم سپارسمن میدین در وقتش پارت افتیم سپورت و این حال گرفتار شدیم برای همین ورزش نه پارتین بردار عزیز ورزش سنت انشاءالله الله نیابان تماشا تماشا کنین دوام شه این برادران خیلی که میبینین این خیلی برآمدنش دشواره همین زنکا رو بگو شما چی ضرور داریم اینجا میبرین خاک گروه همشاه ما را میگوی ما برای حاجه باید نشان بدیم که با قول مردمی که کمیتر مینویسن ما بلاگریم که باید که ما گرم نشان بدیم اگر نه اینجا میگن حضرت قبول نیست و اون خاطر اگر هم کسی مکه کنیم المهم که خیلی میبروی بین لیسیسه پیسیسه نیست اگر اینو حضرت شلوپی داشته باشی شلوپیات میکنن در گرمی پود میسوزه در حق همین اپرات ما دعا کنیم
به حد خدمت میکنه. الله نگهبانش باشه. آمین. آمین. این حضرت داره چیکار میکنه باشه؟ یا لیمونی بزنی؟ آوی لیمون میفروشن. میخریش با خیلی بادری میشه، شور میشه ایده. سلام بكم؟ علیکم. ليمون وش ريال هذه؟ ها؟ 3 ريال 3 ريال 3 ريال دلوقتي اعطيني 3 اینجا میوه خلاصی گب که بسیار هم ایده دارم. دارم مرا ميدة بين بتمشي مايدة ايوه في صرف ایوه. الميدة هو الصرف تعرف؟ عارف اي ما شاء الله بس المغرب يا لا نحن حق طاجكستان طاجكستان ايوه تعرف؟ اي بخارى تعرف؟ فلان شنشوم تایی. عارف ما شاء الله عليك طاجكستان اوزبكستان اي والله ايوه روسيا تعرف؟ ايوه عارف اين جينا من روسيا 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 يعني اذا تقول بالفارسي روسيا فارسي ايوه 1 2 4 5 6 یک دو سه 3 چهار 4 5 پنج بیا 5 6 7 تا خود الفلوس حضرت یه بار نشام تی آدم ها چه خیلی با او پره قد برآمده استن. میگو شترا ما سوجا ترا یا که خره یکا. ايش هذا حمار او حصان هذا اللي فوق خمار 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 حمار صمان فوق ويطلع فوق سعودي فوق الله شاهده یه حسیاتی ناگفتنی. الله عالم شاید رسول اکرم صلی الله علیه و سلام همراه ها ابوبکر في صدیق دكان شاید به این ایست ما شاء الله دو بولو بوچی یا بدایکو که شاید به ایست برآمده باشن. الله عالم نه که همه جاش سبحان الله قینه برای پنهان شدن اسلام آدما و شما رساندن. این خیلی مشقت ها کشیده حضرت. الحمد لله او داشك انرجي ها بارك الله باكستاني كشميري ها كشميري كشميري اردو جانتا جام خفم تو خ टोड़ा टोड़ा थोड़ा اي ما شاء थोड़ा नहीं हम फुल जानते مار جان الله اي ما شاء مرا الله हमारे को पूरा आता है فارسی नहीं है फारसी नहीं आती مار جان مرا بخ بسم الله مرا بیا جان ما شاء الله میشینی و بسم الله میگو میزنی بودال چی برادرای عزیز همین سنت رعایت کنین. بسیاری برادرها را اهمیت میتونم که همین سنت رعایت نمیکنن، راستا میخرن. آوا رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرموده است که اگر شما دیگه پرتومش اگر مرزی شما بو. ضرری راست ای خوردن جزاک الله میدونستین، خیر الله یعطیک العافیه ضرری راست خوردن اگر میدونستین چلیکتون ده حلقتون میدوختین قای میکردین میپرتوفتینش. همین خاطر ضرر زیاد داره برادرای عزیز. غیر از آب زمزم هر نوشاکی باشه شیشته خوردنش سنته. بسم الله. به نهایت خوب ماشاءالله فورا میزنی ادرنالین با بالا میبروی درش رفتیم. سلام علیکم. ببینین که الله سبحانه و تعالی اگر رزق روزی را بتد در بین دکه بگم جا شوی که اگه الله رزق روزیش میته. با اون خاطر انسان که تکیه به الله میکنه الله رزق روزیش میته. با اون خاطر رزق تینده الله سبحانه و تعالی تکشتو انشالله با دعا باشین درش انشالله میرین تماشا کنین. درسته حاجی های محترم بعضی زنکای گفت که با 75 سالن 60 سالن جنگ میکنن که ما را ما دیگه جای فراموش کنم چون چرا که می خوردم چه فراموش کنم خوردیمش یا در تاکسی فراموش کنم. خلاصی گپ که اینا ما بچه های یاشیم به قول خود ما که سپرسمین بفش سپرسمینیم حالی بگیم شاید که 800% شاید که 10% برآمدگی باشیم و جالا که مانده شدیم. انا فکر که مردگاه 85 ساله هن و زنهای گفت که با 65 70 ساله هن میگم ما رو همونجا برای ما ببروییم برای نوه که اینجا میبرویم میفروی ای نماز حرم میمونی. ای نماز حرم که موندی اونجا 100,000 ثوابه. خدا نه 100,000 ثواب محروم نکنه. تاکشون با درش میبرین تماشا کنین. ویدیو تا آخرش تماشا کنین میفهمین چی گپ هایده اینجا خلاصی گپ. دیگه که اجازه باشه بگم گپ زد. در اکسکورسیه های برنامه های ما برادرای عزیز همه جبل نور جبل ثور برآمدنش خوش نیست در اکسکورسیا. ای سببه که خیلی که قاری قید کرد هم ای نماز میمونین که در حرم
یک نماز خواندنش برابر 100,000 ثواب نسبت دیگر مسیجدا. دوم سببش که بسیاری آدم‌ها کلانسالن، بعضی آدم کسلی دل داره، بعضی نفراشون دولینی دارن. استاپ بد حضرت جان. سوگا داری؟ بعضی نفراش کسل دل دارن، بعضی نفراش کسل دولینی. در اینجا شما برآمده نمیتونه. بسیار آدم‌ها سلامتیشون گرفتگی همین سبب اکسکورسیا برآوردگی اینجا. کسی که میخواه ایندیویدوال نه ماشین خطی علاهیده تشکیل میکنه میاریم. تاکسی میگیری میارت. بله. تاکسی بیاین. انتظار. سلام علیکم. اینا بگیم 40% قریب برآمدیم. یا 30% درش جمع برایم اینجا مغازینه. في ماء يا عمي؟ ليمون ماء الليمون ماء الليمون بس؟ ماء عادي ما في؟ عادي في اسمع كم ريال؟ 2 ريال؟ أعطيني واحد. يا أو دريولة ديجا دريولش قريب ما شانس ناخذهم شو تكشتو حاجياني محترم بين خلاص يا خوبه الحمد لله بس كي كم راس خود كن داش كمتون بخرين لا تنهاتون بفشين داره دريولا دارم اکا. تيش تانگه داشتاشو بر نفتو خنک آوی خنک ہے او خنک ہے اردو جانتا ہے اردو جانتا ہے ای ماشاءاللہ اردو بولتا ہے بولتا ہے نه دریا. جانتا ہے میں فارسی جانتا ہے فارسی جانتا ہے بسم اللہ فارسی میں پانی کو کیا بولتا ہے اردو توڑا جانتا ہے نہیں نہیں اردو نہیں ہے پانی پانی فارسی میں کیا بولتا ہے آو او شام ته ساعت میتوانی شون دویسی. پانی پیو آو میخورم آو مخرا ای آو مخرا آو مخرا آو میخوری حاجی بله. تاکشتو باقي كم باقي كانت له باقي ساعة 1 ساعة سبحان الله. باقي ساعة دقيقة الحين نحن نصف طلعنا نصف في زيادة بقى. زيادة باقي شكرا فين هذا مكان آخر الجامعة آخر واه انت بدأ آخر نوم جاي خلاص ياب في طريق ده شكرا بيجان رفتیم این هنیاکنین بچه خیلی حالتا میبرن بابا همجا خرارم میبرن تجارت اینجا مغازین بود اینجا باید ساعت یا میگم میبروی ساعت خودش 5:48 این رفتیم ای حضرت بفرینگو دمش گرفته ایسته یا که چیز هم میفروشه یکی جگی خره یا فکرم تازه میکنم میره هورا. ای راه راست می نگونسم خیرش میتی السلام علیکم و برکاته. عاوز بيهم وجه ان شاء الله ما يتم داقونسو لما ننزل ان شاء الله حالا بسیاریات میپرسن که رمضان کنیشه چی با که نیاورده این؟ 5-6 بار گفتم شه بیا بریم با بازم ای پلوسی با این حاجی ها گفتن شه بیا بریم مقصد که نیامد گفت من برآمدن نمیتونم که با خما گفتم شه که حالی با ما میریم در ویدیو میپرسن که رمضان کنی تون بیزار میکنن خودم در بدرم با رمضان میپرسن خلاص گپ که نیسته خودمون باید زور اومدیم پای نشم ته خونا را بی قاکند اوجا الحمدلله علی کل اینه برادران عزیز خرای عربی نگزند با میگذان حدیث خر هر کار میوه بشخوی راست تا خرش نو که اگه نیستن نداوا بابا سینما یورا چی کشی و آگیان بور تجارت
نه که خرای یا خیلی غر نمیتوان. يا مدة سيرانيو عربي يعني واحد رجال واحد حرمة. واحد رجال واحد يا تاش مجازنة تاش مرد. ايوه كويس ما شاء الله. هذا عربي عربي خري عربية ماذا in فرنسي اکه خری عربی هم خرای خری تاجیکی. خري فاچی در عربستان هم باشه چی خدای جون چی در تاجیکستان هم باشه خرای رفتی. حاجی محترم تماشاگران عزتمند با هر کم خوب بفرستیم که یک میانم جه احتیاط باشین که اگر زمین یا سنگچه که همین بلخ شگر و با قیمره شو میویه بس قدر الله های مثلا کم که بیز اپاس نگی خچه داره یکنین مردم بچه مشقت و دیجا بعضیش کار منن پل پیدا میکنن به خاطر زن فرزنداشون که محتاج هیچ چیز نشون لیکن متاسفانه بعد خلاص دیگه بینه ها اینیم زیادتر شاید برآمده باشه این یکنین چقدر پایون کشاده اون اوجه ساعتی حرامه تا در چم نزدیک میتوه در چم جای نکی به حد کنه برآمدنش دشواره. سبحان الله فکر کنیم که ما حقیقت آخورده برو میسیم سوقینی ده کی لسنسه که گهازی نیم کلا و همش الحمدلله فکر رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر خیلی جوره برآمدنه بچه مشقتی و لا اله الا الله سبحان الله با اون خاطر الله سبحانه و تعالی راضی شده از اونها که برای دین مبین اسلام فدا کردن خچانه. اگر ما و شما اگر که برای دین مبین اسلام خودمون فدا کنیم علم و آموزیم ان شاء الله که خداوند در یگان جا خارمون نمیکنه الله محافظمون میکنه ان شاء الله. خدا جانه مانده شدین میرا اردو نیه توره جنتایی اینجا شما چی ضرور داشته که برآمده نه روسیه اتحادیه فارسی بلدی فارسی هم نمیدونی ماشاءالله پاکستانیه क्या क्या बोले पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद ای ماشاءالله. کسی گفته است که پاکستان زنده بود با فارسی همین قدر یادشون مونده. Так что Hi from brother Malaysia. Malaysia ماشاءالله. یا با فیلم کی چند کیلویی تحكي بالعربي تفهم ما شاء الله. كم كيلو انت 55 55 ما شاء الله. انا 105 ما شاء الله. لكن شكل انت ليس 105. لا انا بس 100 وزن يعني ثقيل. 55 کیلو مفهوم سبک ما شاء الله 55 كيلو مفهوم سبک تره الله اعلم خرابه. انت تعلمت ايش اسمه رياضيات صح؟ ما تعبت بفرنا شدي يعني نبدأ. ايوه ما تعبت يعني ما في انت فين تعلمت اللغة العربية؟ في ماليزيا. في مدارس يعلمكم اللغة العربية؟ ما شاء الله. كيف أعيش في ماليزيا؟ دعوة فيه؟ ما في مشكلة؟ يعني دولكم إسلامية؟ ما شاء الله. لازم نحن نروح إلى بلادكم. فين جيد ماليزيا أو إندونيسيا؟ كلاهما أحسن. ما شاء الله.
لا بلاد إسلامية. ما شاء الله، يعني هم قريب بجنب. نعم قريب. لازم إن شاء الله. لكن لو زيارة ماليزيا يعني أيضا زيارة إنجليزيا. إن شاء الله ممكن بعد العمرة إن شاء الله نذهب إلى هنا ها بفرش دیم روستش. این حضرتون مایده کم پرسیدم شو چند کیلویه؟ 50 کیلویه میگه. 55 کیلو هم برموده. حکومت 10 کیلو 5 کیلویه. بفرش دیم. تاری وزمین میگن که داخل ما. ببین حضرت مغازین شنشامته. سلام علیکم. ما شاء الله انت في دكان جيد. 100 سویت آورده گریم با این بالا را. نه ایچی پروژکتر چقدره؟ اکومولاتور اینجا سویت هم میاری کی؟ ماشاءالله. ازدواجگاه حبیبی؟ بس ده مش بگیرم خوره. هدا جنب بچخی یا برتاوی دهن خوک میشه بفرمش. السلام و رحمت الله. ببریم. اینی برادر که اینجا دکان کی داره زب صرف ایسا باشه. هر روز بیچاره پایون میفرام میبره همینجا فکر کنین. باز من میگم 10 کیلومتر زیادتر به اینجا برمیم. فکر که باز توجه رو کنیم که چند کم میشه با هم فرامدن شب حساب میکنیم. یعنی که هر روز بگیم رنگ جای کارش باری همینجا میبره سهر تا با بار قدش میورده. خوری بشه کاری؟ ای ما انا رو سکینه غلطی بو ترسی رفته با پاوز اگه سیون کش اینا میدویم بو یا حضرت اینا برآمدن دشواره برای خراب شدن یک فایده خوب داره اگر همین خیلی ببرای بیای زورای فکر میکنم اجازه هر روز بیام تاکسیش قیمت‌تر اگه نه هر روز بیای الحمدلله این اومده برآمده استیم так что ничего невозможного нету в Японии. Все возможно. Если захотеть. كيف حالك يا أخي؟ ما شاء الله. من أين؟ أنا هندي كشميري. هندي كشميري. كل يوم أنت تنزل وتطلع؟ ما شاء الله. الله يبارك فيك. حارس مفرمي بروي حضرات. ماشي. ها؟ حضرت أبي دكتور شو بدرخ شنو نيجي؟ ما شاء الله. اینجا فیلم که اگر کران پران ماگی اجازه توزه کاگیه یا که سیل شوشتگیه چیکار پشتگیه اجازه توزه نمیدونم شما را ما بفر اوه قیام دیگه سبحان الله خیلی مونده اون هست گسنیتو بینین ماشاءالله او ساعت الواج تا بخوی بسینش بیاد درست براست میشه شمالش نمیدونم به حد بفرشتیم پوی نسیم که کن بتوا شماله کبی که خوری؟ مثلا یکی نشیروی نرکی برادران عزیز و خواهران محترم با اون با کراسوفکی ببریم عراق کیمه بگیم زورمونو میسته هوشی چون اینه هوشید باید بغاله ایره هوشی مطلب این است مقصد که دور فکر کنید که 1500 سال قریب 1430 سال پیش 35 37 سال پیش 39 سال پیش فکر کنید که اونا چه خیلی پاپشی داشتن و چه خیلی میبرومدن با این خیلی گاز هوار که اگه خیلی نیست و این خیلی نبود اونا چه خیلی برومدن اینجا و چه خیلی میبرومدن
در حالت ترس حراس ای مشرکای مکه. هی سبحان الله، الله محافظه کنه هر یک از ما و شما را. دین اسلام برای ما و شما با آسانی آمدگی نیست. برای ما را به پل آمدگی ای. یعنی اونها با آسانی نرسوندن، با قینی مشقتی ماشاءالله. لیک ما حتی در روز یک ساعت خودمون دریغ نمیدونیم که هم 5 وقت نمازمون بخونیم. حتی یک ساعت وقت خودمون جدا نمیکنیم که تعلیم قرآن بگیریم، قرآن بخونیم. به همش الحمدلله قدر الله. از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخبری، از سیرت صحابه ها اکثریتشون میگو که سبحان الله نام ماندین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نام ماندین فرزندهاتون به نمای پیغمبران بمانین و بهترین نام نزد الله عبدالله عبدالرحمن است. وقتی که یک کس پرسانت میکنه میگوی همین نما را من نمای حافظا را انتخاب میکنه، نمای رقاصه ها را، یعنی فردا رنگ همو شوه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که هر قومی را دوست داشت، هر کسی که هر کسی را دوست داشت، روز قیامت با همراه هوای میخیزه. اگر ما من تشبه بقوم فهو منهم، با دیگه حدیثی که هر که در هر چیزی مورد هم روز قیامت به همون چیز یعنی میخیزه. یعنی ببینید که اگر بهتر میشید که ما و شما فرزندهامون ابوبکر رضی الله عنه نام میکردیم، عمر نام میکردیم، عثمان نام میکردیم، علی نام میکردیم، نور علی نور میشید. الحمدلله بچه خدمتش ابوبکر نام داره، یتش عمر. به خاطر همه حضرت نام آماده شو که مثل همونها شوند و انشاءالله که فرزنددار شیم با خالد، حمزه، اسامه انشاءالله نام میکنیم. این حضرت عمر نام میکنه، ما جعلکه عمر داریم، انشاءالله محمد نام میکنیم. ما محمد داریم، ابوبکر داریم. الحمدلله ماشاءالله. خداوند باز هم میسر بگردانه که عمر شم، عثمان شم، علی شم نام مانی. الحمدلله علی کل حال. به همش پروردگار شکر گزاریم و این نعمت های دادگیش. والله که چقدر شکر گزارم باشیم کمه. هی الله. باید بگیم که عائله مسلمان به دنیا آمدیم، ای عائله مشرکین نیستیم، ای عائله مسلمان هستیم. با کلمه لا اله الا الله در وقتی گوشمون اذان دادگیان بلگدره که بلگدره الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم و صحابه ها که با ما و شما دین مبین رساندن. خب انشاءالله بعد همش سیان کم میکنیم. روز علکه 3 کیلومتر قریب اومدیم. انا حاجه محترم ولد همش با تماشا کنین. کاتای چی میگن؟ یکنین استریچایم زکات. نیاکنین چخیل. اینتا اومدیم، تا فرو اومدیم، تا از برو اومدیم. هو نه. زدنی میبینین؟ این همون زدنی برو اومده. این دستشم آسونه خیلی. ته بالا. تاگش پلاتکای کبوتای کو. انا اونجا. خفاش که کریسکا. ها انا اونجا تا برو اومدیم. بار که حال با برو اومده استیم. سبحان الله شما که همجا میخونی با فکرم. برفته. این گلکه که جو بردن. ای ماشاءالله. گلکه که عذاب دو جان سبحان الله. میگم این حضرت بردار عزیز. بکش تک آواز بیجار میه. خلاص دیگه اینه ها. برآمده بالا لکت سر ببینید چه زورای. لیک متاسفانه 2 ساعت زیاد برآمدیم. اگه خدا میدونه که چند قضیه ما میفرویم بویره. برآمدنش خیلی آسانه، برآمدنش کم دشوار و مشکله. خلاص دیگه شما در این بالا میخونیم به فکرم. خفتانه در حرم. این اونجا برآمدیم و کم رو احساسه ایسی که یکه با اندی این خیلی گیرداگر تا راستکی برویش خیلی دیگه گپای. یک اخت جرکین راستکی میره.
لک با یک مشکلی و دشوار برمیم. سبحان الله. میرم در شل با رفته ایسیم بولو. یکنه رفته برآمدن خیلی شده. سبحان الله. اینا بچه خیلی شبیه و برآمدن شه خینه. مردم مالایزیا 50 کیلویی بودن برآمدن رفتن. خراب کنه اختونه با بیایی. سبحان الله. در اصل خینه. هایش توش شاید 2 ساعت سیمکه شوا. ما مرده برای شما سیمکه داریم. شما باشه تماشا نمینی. خدرشی میریم. همین زنگ جواب ندادم. جواب ده زنگ. سلام علیکم و رحمت الله. زنگ جواب دستم بالا یک پوینه. الحمدلله شما خوبه نکه. یکنین الحمدلله. نه جواب کجا. مکان مقدس بشک بیچاره ده افتوی. یا ما چخیل بریم با پوینه. ای بشک. خدا به حد خینه. خشاب به حال انسانی که برام در 5 درش میریم اشتاق کار بده میشه. پروازهای مسکو. درش رفتن در کار. دلشی بولشی کراچی. کایدن یاد دارین که ان شاء الله. رای کنه هندیس که برام. نیا کنن. دایده کدام پاکستانی صاحب خانه استگی ای. من لیدشون یک. ایس روچا. انا نیا که اوجش میگم. لاله. منیره. پروانه. گل خمار. مهینه. تمنا. رخشانه. 9/8/2023 یعنی چند روز پیش 11 روز پیش اومدن جنایستگی فرزانه گلشن بصیره نیلوفر جمیله اسرائیل حصار 14 03 08 23 خلاص گپ کی حضرت جان نماز نوشتن که بیجر بیو یعنی نه تا حرکت نکنی نامنویسیتون دروغه. تا حرکت نکنی کش نکنین نامنویسیتون دروغه. بای جان کله ماشاءالله مانده نشدی اخشو به حالت. نیا کنه یک از بهترین خوشبختی انسان در همینجا چیه که در تاریکی هم باشی از آن تمام روی دنیا میشنوی. همین مدینه ده مکه ده بینین ماشاءالله ما از زمین قریب 4 کیلومتر برآمدیم. 4 کیلومتر برآمدیم. که ده. الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. وقتی از آنه مالچنی میشینیم. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كجون مثلا حاجه عمره يابو شكل يابو فاهم المشكله شانس ما خاجون اصلا كلام رسام درس وين فاهم تمام نه تمام الحمدلله از آنم تیار شدینه. خود با بلور بریم ده هم بواری که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به جاش دگی بود. ده همونجا یعنی نماز شما میخونیم ان شاء الله. بعد عبرت نمیفراییم. بسم الله. اکای سنگ نگاه کنیم در هوا چه خیلی صدا گه ها ایلاش پولین در هوای چیکار نمیره بیا اکرم صلی الله علیه و سلم سنگ کلان ببینید برداران عزیز چه
خیلی سبحان الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر صدیق اینجا که میبروین استریلکا ایستین یکی اینجا سنگ چقدر کلونه خدای نخواسته که همین جر شوه کو شو میگیره میبرد. ها جان یکی بین سنگا شکاف شده دیدی؟ ها؟ شکافه؟ این استریلکا ایستی بودرش میری بیا برای که شما درو کنیم. یکنن با احتیاط باشین که اینجا یکان چیز قبیده نگداره شو 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 یکی نیم در تهی و یکی صلات جنازه مومین میگن. اینه ها با قدم میزنیم به سوی بالا لاسوسا میبریم با بار کنین نکنین اگر که خواه که برای اکسکورسیه برای فهمیدن خوبه لیک نمازی جماعت مسجد حرام میمونین اینمیش بیزیبه ما خور کم که تیز میبرویمش که ای یوشیش هم دروغ بوده دو ساعت چید که ولیم برو میسیم بعد نماز شو عصر تا شما اینه که برو میسیم احنه که برسیم آمدنش نه بردار عزیز خوبترش بعد نمازی بامداد بیاین یا که بعد خفتن بله که تا نمازی ظهر انشاءالله میگردین اوکی خفتن تا بامداد میگردین اونجا انشاءالله. خلاص گپ که اینه ها دو نیم سه ساعت شد که برو میسیم الله المستعان تکشتا عرق ها شپا کگیم یا 2 کیلو خراب شدگیم ده خیلی ما را میگو ما بچه ها ضرور داریم همین زنکو چی ضرور داشته باشم اینجا میبرویم به خدا حیران میشم. اینه 2 نیم ساعت برو اومدیم به فرای حال ازار شدیم. دستی راست کامیرا که روشنی بیاید شهری خوشو اینجا شهرم چون نمیتوه رفتیم درش خیلی برادران عزیز برادران عزیز گویی را بیزارتون کم خیلی حرمتتون میکنیم عزتتون میکنیم هم خاطر خیلی خواهران مسلمانم تماشا میکنم بسیارن اینه ها به حد دشواره به همش الحمدلله به قدر اسلام برسین به قدر آزادی زنها برسین ای زنها به قدر آزادی که آزادین این حال تا زمان اسلام والله که زنها آزاد نبودن بعد زمانی که اسلام قایم شد اسلام آشکار شد اسلام آزاد شد این روز شما آزاد میگردین سبحان الله تا زمان اسلام آمدن زنها را میکشتن زنها را مثل سگ استفاده میبردن سبحان الله به قدر شوهراتون برسین احترام شوهرها بکنین خیانت در خانه تان نکنین برکت از خانه بیرون نکنین الله هدایت بده سنگا را بینین سبحان الله چخیلن این یکی حاج عثمان کدام حاجی عثمان ده جنوبش نوشته اینه ها بالا غار برمایه استین کمی دیگهش من حاجیان محترم خوش آمده غازی 4.5 کیلومتر برآمدگیم بنده کراسوفکی موشیدن قهرم نه جماعت شام خونده ایستن این حاجه جا شام خونده ایستن باز ما را میره میخونیم انشاءالله اینه ها غار السلام علیکم علیکم السلام
السلام عليكم. وسم ادري ها؟ من هنا تدخل ها؟ نصلي الصلاة بعدين. ها؟ يو. يا جان كجوشي. سيدة هنا أين يجي غور مدرين خلاص قال أها نساء هذا نساء ما شاء الله هنا ها حجة نجي خلاص قال وش ما تركنا وازم مدرين هنا 55 هنا ياكلين غور خلاص يجي احتياط كان كي ما غلطي هنا جو مكاني كي بگیم رسول الله صلی الله علیه وسلم جا پینهان شده بود تورتنک در اینجا عنکبوت در اینجا تورتنید تا اینکه مشرکان نفهمه. خلاص یه باز ما میگم چند کیلومتر 4800 متر قریب 5 کیلومتر میبریم اینجا. بعد برای عزیز اینها غار ثور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر صدیق نمی غاری که میبینیم در اینجا پنهان شده بودن. ماشاءالله اینا اینجا رو همش 55 کیلو را درو که بگیم که تارقتی پوشانده بود. وقتی مشرکای مکه آمدن دیدن تارقتک فکر کردن که اینجا در چندین ساله یگان مخلوق زنده در آمدگی نیست. گشتن رفتن تارقتک. خلاص یا برادران عزیز اینجا جو مکانیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مشرکان مکه پنهان شده بود. در اینجا بگیم تارتنک تارتنید که تا اینکه مشرکان مکه فکر کنن که در اینجا یگان کس در آمدگی نیسته. اینجا این حال برادران نماز خونده ایسان باز ما را انشاءالله شما میخونم در اینجا و با سفر میکنیم بیزنی الله. این حضرت اول دانه کششته. خلاص یا با دعا باشیم برادران عزیز شتگی نماز میخونن. پاوزش کرد. این برادران عزیز جو مکانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پنهان شده بود با حضرت ابوبکر بیا اینها خلاص گم جای نمازه شما اینجا شتگی بخونیم خیلی بریم شما در اونجا میخونیم. مثلا جو مکانی که به خاطر الله و به خاطر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اونجا در رکعت نماز شتگی را مگرم بخونیم انشاءالله. بکش کامیرا تا بله ماشاءالله. اینجا غار ثور غاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مشرکان مکه پنهان شده بود. پالیم ببرو بعد Baston nerede? Baston, baston. Baston. Kız hadi dua bizim için mi? Ben dua edeyim. نه ها Bas bak şundan var mı orada şundan. Arkada. يا نياك امجا في كيس امجا سمكه يكون ياك امجا ساكن سمكه ما في. هذا شنطه في حق النساء هنا شنطه Çanta değil şundan bak şundan. Ha. Şundan. Ha? Bundan. في عصا هنا في هذا في Yok o değil. لا بس هذا ايوه Tamam. Heh, tamam. Hadi. هذا خليه هنا هنا Hadi neyse. خلاص قب جاي شي اي غوري ثور مبرم جا نخيل جو مكانه الله نيابانتون باشه في امان الله. يا ماذا گوزبالای سیزن که
احمد گوزباله تو چی در کن صدقه دست بی اکبر من یدی انت لازم تشتغل بزرگ و کلانک کورک نصلي صلاة بجا پاوزش که این هم کارن یکنین ای پایون ای بالا تچنی ای غاری ثور خیلی سیون کم میکنی بالا چخل میتوه ماشاءالله این ساعتی حرام مکه نو کعبه کم کاش جوره من روش ماشاءالله اینجا ما ای ساعت بلندیم نه 5 کیلومتر 5 زیادتر اینه ها خب شکته غاری ثور شام خوندیم جدر آمدیم جو مکان دیدیم به حد و به حد ماشاءالله هرچند که قریب 4.5 کیلومتر میبروی پارک به فرای احساس نمیکنی شاید که شب اگر پا در کنند یکون که تپلون نفریمه دیش نیسپوریو اتاک در نمامند الحمدلله خوبه یکون کم بدیش نیست پروردگار شکرش تکشتو سوی تو بیوین انشاءالله چی نمیشین پشیمونی نداره چیکو خیلی سیازم؟ سنگاشون نجا بودستم حضرت هایی که میخوان به خونه خدا بیایم میکروفونت را گیران کن چیکار خیلی سیازم؟ زنگ زیستم اینمی در خدی جبل ثور ایستادگیم زنگ دادستن مردم جواب دادستم الحمدلله که خفه نشوند نگن که سر وقت جواب نمیتین 17 روزه با تمام به تمام 120,000 روبل قطعی. السلام علیکم و رحمت الله. بای بای. ثور آمدیم قریب تا 5 کیلومتر برآمدنش فرآمدن شاید که تیزتر شد فرآمدنش به هر حال مقصد که برآمدنش 9 کیلومتر می شده این آدم سیانگه کنیم این حضرت ها پل میگن احمد گوزباله نه پل میگن ای بای بگیم آدم ها یا دسته و یا پا باشن به خیر اینه میفرویم مکازی خبر آمدنش از سیانگه نکنیم میشه تیز فرویم الان یابانزی بود در پایین ویدیو چکی جمع میکنیم تمام ساعت 19:36 ما کارجو فرماییم بگیم از 4 منوت فرماییم از کیلومترش 5,288 از میریم چند کمی شما 288 رفتی اینم زنه کنم بگم که چه حال داریم شد چی روز داریم که اینجا میگیم هم میکنده مردم زیارت दीवार के बेटा पत्थरों के पास से अबे तुम इनको रास्ता दे दो तुम साइड करोगे السلام عليكم ای راه را توزا میکنم برای فرامدنش یه مشکل با فرامدنش هم یک نوع دیگه همیشه عادت چی کرده فکر کنم اگر این رقم کنید خب کنم اقلیت رو میگم فرازیه که دشواره محمد قدر الله اینجا پیش اسمون راو جرق میزنه سریع مونده میشه هم کامera da معلومه خاک چنگه چخره که کیلومتر به حساب میگی 2000 قدم فرو اومدیم قریب ولی یکی نمیشم نه که موری
4 کیلومتر از شد بگیریم. کشموش میبینم قره هر یک علامت جینه میبینه فقط. رابی اومده است. سبحان الله. زن مرد اومده است. ماشاءالله. الله قبول است حاجیلر. ماشاءالله. اینه وقت گرم نمیشه ده. اینه وقت شاید به حاجی تور که برآمده است. پر ران خوری برادران عزیز اینه برآمدیم است. الحمدلله این کیلومترش 100 بگیم 71. اگر تو اونجا شفرایم در پیش تاکسی را قریب 5 کیلومتر خلاص گپ میبروی 5 کیلومتر میفرایم جای تاکسی که میفراد کو خلاص گپ راست شد 5 کیلومتر بگیرین تو ده افراد نه 10 کیلومتر سلام یک نول مرتاق شرف فرماییم. الحمدلله تعذبم نیست کم کم بفرا میشه 10 کیلومتر راه گردش یا نوعیه و اینجا که برآمدن یا نوعی خلاص گپ پیروز ما با شما بودیم بیام اینجا با شما بودیم قاری صلاح الهام دین راهبر یعنی صلاح عمره میتونید که برای حج عمره برقم های روی اکران مراجعت کنین برادرها در خدمت هستند. فی امان الله. السلام علیکم. نو واسطه اونه که برآمدیم با این عمره رفته هستیم ماشاءالله. خدمت تکستا کسی که در کار بلیط های ارزان و رقم ها روی اکران زنگ بزنید. حج عمره کسی میره این حاضر در خدمت تکستا رقم ها روی اکران مراجعت کنید. خیلی ماشاءالله.